تو بازار سعودی وقتی حجم شروع میکنه کم شدن، اینو نشون میده که دیگه دوست ندارن این ارز، سهام یا هر چیزی که هست و تو این قیمت ها بخرن یا تو قیمت های بالاتر بخرن. دیگه دوست ندارن تو این قیمت ها بخرنش و فکر میکنن که تو قیمت های پایین تر میتونن بخرن. حالا اگر بازار سعودی بود و حجم شروع میکرد زیاد شدن، این فعالان بازار فکر میکنن که اگه الان بخرن بازار قراره قیمتش بره بالاتر، پس نقطه ورود خوبی دارن. تو بازار ریزشی هم همینطور. اگر حجم شروع کنه کم شدن، فعالان بازار این شکلی هن که دیگه این قیمت از اینجا نمیخواد بره پایین تر، دیگه دلیلی برای فروش نمیبینن. وقتی حجم داره کم میشه دلیلی برای فروش نمیبینن، به نظرشون دیگه قیمت از این پایین تر نخواهد رفت و دارن ارزاشون رو ارزون میفروشن، سهاماشون رو ارزون میفروشن، یا دارن پوزیشن های شورتشون رو دیگه دیر وقت باز میکنن.